سلام، به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدید. امروز اومدم یکی دیگه از دستگاه فشیال رو براتون توضیح بدم راجع به کارکردش و حالا کاربردش و اینجور چیزا. این دستگاهی که دست من میبینید اسمش هست درما اف. درما اف یا همون اتوی صورت که حالا خیلی ها به اسم اتوی صورت میشناسنش. این اتوی صورت توی حالت سه تا کاربرد داره. هم حالت لیفتینگ داره، هم پیلینگ داره، هم کیلینگ داره و هم حالت آبرسانی و رطوبت رسانی به پوست رو داره. شما وقتی که میخواید ازش استفاده کنید حتما باید چیزی روی صورتتون باشه. وقتی که میخواید از حالت پیلینگش استفاده بکنید قبلش حتما باید اسکراب بزنید، یعنی کامل صورت بخور گرفته باشه. شما اسکرابتون رو استفاده میکنه و بعد از اسکراب شما روشنش میکنید. برای من باید دکمه‌شو نگه دارم. خب روشنش میکنم. الان روی حالت پیلینگه. برای من اینجوریه که حالت پیلینگ و لیفتینگش با همه. حالا شما بستگی داره که بخواید چجوری ازش استفاده کنید. شما اسکراب که میکنید بعد میایید حالا اون مواد رو با کمک این از روی پوستتون در میارین و اون گوشه‌های سرسیاهی که هست هم شما با استفاده از این گوشه‌های کناری که داره شما میتونید در بیارید و این وقتی که روشن میشه حالت ویبره داره و برای من میتونید درجهش رو کم و زیاد بکنید. شما میتونید درجهش رو کاملا زیاد بکنید یا میتونید درجهش رو کاملا کم بکنید. و حالت لیفتینگ هم که داره شما میتونید رو حالت لیفتینگ بذاریدش و حالتی که میخواین لیفت کنید صورت ها از یه قسمت با دستتون نگه میدارید و به صورت بالا، به سمت بالا به این صورت کاملا میکشیدش. و حالت رطوبت رسانیش هم شما میتونید هر موادی که دارید بزنید به پوست و باز هم ازش استفاده بکنید. و علاوه بر حالت پیلینگی که داره جوش ها رو در میاره، حالت لک های پوست رو از بین میبره به خاطر حالا اون انرژی که داره، اون تأثیری که روی پوست میذاره، روی گردش خون میذاره، کاملا باعث شفافیت و شادابی پوست میشه. مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.